بسم الله الرحمن الرحیم. عبدالله غنیزاده هستم. بازم در جلسه نهم آموزش مقدمات انگلیسی یعنی لیتس گوی وان در خدمت شما هستم. دوستان عزیز، امروز درس خود از صفحه 40 و یونت 5 هپی برثدی آغاز میکنیم. امیدوار هستم درس های گذشته مفید تمام شده باشه. اگر کدام سوالی میتونین در قسمت کامنت و یا از طریق گروپ میتونین سوالات خود مطرح بکنین. یونت پنجم هپی برثدی. هپی برثدی، تولد مبارک، روز تولد مبارک. شما هم اگه اینا میفهمین. Let's talk. بیاید در این مورد صحبت بکنیم، در مورد برثدی صحبت بکنیم. Listen and say. Listen and say. گوش کنین و بگوین. Happy birthday جینی. Happy birthday جینی. یعنی تولدت مبارک، روز تولدت مبارک جینی. How old are you? How old are you? چند سال هستی؟ I am 7 years old. I am 7 years old. من 7 سال هستم. Years old. I am 7 years old. من 7 سال هستم. This is for you. یعنی توفیق آورده، میگه این برای شماست. This is for you. این برای شماست. Thank you. تشکر. How old are you? شما چند سال هستین؟ شما چند سال هستین؟ How چند معنا میده. How old are you? Old عمر. How old are you? شما چند سال هستین؟ I am 7 years old. من 7 سال هستم. میتونین در جای 7 همی که به رنگ سرخ نوشته در اینجا، میتونین در قسمت به سن خود بگوین. I am 20 years old. I am 25 years old. من 25 سال هستم. اگر از من پرسان کن how old are you، باز من سن خودم میگم، شما سن خودم میگین، باز در اینجا میتونین همو سن خود بیان بکنین. میریم در صفحه بعد. در صفحه 41 listen and sing. گوش کنین و بگوین. The happy birthday song. و شما را از طریق کسید هم میتونین بشنوین و کدام چیز مهم هم در این قسمت نداره، بازم شما خودتان یک بشنوین که همی ریدینگش یاد بگیرین. The happy birthday song یعنی آواز happy birthday، یعنی آهنگ happy birthday. It's my birthday today. It's my birthday today. It's your birthday today. It's your birthday today. It's my birthday today. Happy birthday, Jenny. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 years old. 7 years old. Now I am 7 years old. Now you are 7 years old. Now I am 7 years old. Happy birthday, Jenny. It's my birthday today. امروز روز تولد من است. It's your birthday today. روز تولد شماست. It's my birthday today. دیگه ترجمه کنیم. چیزای تکراری است. میگین I am 1 years old, 2 years old, 3 years old. 4 سال هستم، 5 سال هستم، 7 سال هستم. Now I am 7 years old. فعلا من 7 سال هستم. Now you are 7 years old. حالا شما 7 سال هستین. به شکل ساده است. زیرا تکرار کنین و تمرین بکنین طریقی ریدینگشه. Say and act. بگوین و عمل کنین. Ask your friends. از دوستایتان بپرسین. How old are you? How old are you? How old are you? How old are you? شما چند سال هستین؟ I am خانه خالی years old. I am سنتان دیگه میگین. مثلا شما 15 ساله باشین، باز میگین I am 15 years old. اگر 10 ساله باشین میگین I am 10 years old. اگر 12 ساله باشین I am 12 years old. اگر مثلا 25 ساله باشین I am 25 years old. به شکل یعنی عمر پرسان کردن how old are you میشه. Let's learn. بیایید بیاموزیم. Learn the words. کلمات را بیاموزین. Number 1. ایو یو معنایش در فارسی نمیفهم چی است. یک بازیچه است، یک به شکل یک مابینش یک ریسمانک داره که سر صدا میته. یک ایو یک نامش هم یو است. اگر خودتون میفهمیده باشین، امی اسباب بازیچه را به نام یو میگه. بیسبال یک توپ بیسبال. a kite یک کاغذ پران. a doll یک گودی. a car یک موتر. a robot یک ربات. a bicycle یک بایسکل. a jump rope یک تناب جمپ. ریسمان بازی را چیش هست؟ تنابش هست. a puzzle یک نوع گیم است. a bait یک دنده. ما توپ دنده میگیم. اینا از بسکتبال است فکر کنم. ask and answer
بپرسین و جواب بدین. What is this این چی است؟ I don't know. I don't know. I don't که باز که خوانده نمیشه دیگه. I don't know. من نمیفهم. قبل از این هر وقت که بیا سایلنت است خوانده نمیشه. ایده یادتان باشه. مثلا knowledge میگیم. knowledge علم میگه. قبل از این که آمده باز دیگه no خوانده میشه. no. I don't know. من نمیفهم. که دیگه خوانده نمیشه. به خاطر چی؟ قبل از این آمده. در شروع کلمه قبل از که این آمده خوانده نمیشه. I don't know. من نمیفهم. It is a yo-yo. این است یک yo-yo. نام همین یویو از در فارسی هم یویو میگن. یک نوع بازیچه است که در موبایل نمیده یک گرد است یک ریسمانک داره و دیگه چیزهای زیاد است. شما پرسان بکنید. مثلا همین شماره 3 را پرسان کنم what is this what is it what is it این چی است؟ شما میگین it's a kite it's a kite اگه میفهمیده باشین. مثلا ششم ریسمان است میگیم what is it این چی است؟ it I don't know من نمیفهم. اگر نمیفهمیده باشین بگین من نمیفهمم. در صفحه بعدی میریم guess فکر کردن. guess فکر کردن. what is it از شما پرسان میکنم. شما بر ما جواب بدین. What is it این چی است؟ خب What is it این چی است؟ خب جواب داده باشین. What is it این چی است؟ نمبر 3 را پرسان میکنم. به همین شکل پیش خود پرسان بکنین جواب بدین. مثلا اولیش بایسکل است. What is it بگین باز شما بگین چی میگین؟ It is a bicycle. It is a bicycle. It is a kite. It is a bait. به شکل watch, point and chant. تماشا کنین، اشاره کنین و زمزمه بکنین. The yo-yo chant. The yo-yo chant. زمزمه یویو. یویو را گفتم من در دست همین دخترک یویو هسته. همین اسباب بازی هسته که یک رسمانک داره. از این ساتری میکنه طفلا یویو میگه نامشم یویو هسته. پاکستان خو یویو بود نمیفهم دیگه چی میگه نامشه. What is it این چی است؟ It is a yo-yo. این است یک یویو. It is a little yellow yo-yo. این یک یویوی زرد خرد است. یک یویوی خرد زرد رنگ است. What is it این چی است؟ It is a yo-yo. It is a little yo-yo yellow yo-yo. این یک یویوی زرد یعنی زرد رنگ خرد است. یعنی یک یویوی خرد زرد رنگ است. Is this a yo-yo آیا این است یک یویو؟ No no نخیر. Is this a yo-yo آیا این است یک یویو؟ No نخیر. Is this a yo-yo آیا این است یک یویو؟ Yes it is. بله این است. It's a little yellow yo-yo. این یک یویوی زرد خرد است به شکل. یک یویوی خرد زرد رنگ است به شکل. Let's learn more. بیایید بیشتر بیاموزیم. Learn the words. Big, big, big بزرگ. Little, little کوچک. Little خرد. New جدید. Old قدیمی. کهنه کهنه قدیمی چیزهای قدیمی رو old میگیم. Long دراز. Short کوتاه. Round round گرد. Round گرد. Square مربع چارچوبی. Make sentences جملات بسازید. It's little این خرد است. It's little این خرد است. It's a little box. It's a little box. این یک صندوقچه خرد. صندوقچه خرد. مثلا شما هر کدام شما میتونین بپرسین. مثلا این 4 پرسان کنین. 4 کون هستن. میگین که it's old. It's old به شکل. یعنی شما خودتان از اینا استفاده بکنین و از اینا تمامشان جملات بسازین. make sentence جملات بسازین به شکل. و آمدیم سر یک یونیتی درس میخوانیم. listen point and chant. گوش کنین اشاره کنین و زمزمه بکنین. is it a big box is it a big box آیا این یک بوکس صندوق کلان است یک صندوقچه کلان است. is it a big box yes it is it's big it's big. is it a square box آیا این یک صندوقچه مربعی است. yes it is بله این است. it is square این است مربعی. it is square چارزولی مربعی. it is a little box آیا این یک بوکس یک صندوق خردترک است قوطی خردترک است. no it's نه خیر. it's a round box این است یک قوطی گرد صندوقچه خرد گرد. no it's isn't. it's a big box این یک صندوقچه کلان است. این یک صندوق کلان است. yes it's a big square box. it's a big square box به شکل.
listen and do. اشاره کنین و انجام بدین. ride a bicycle. بایسکل سواری بکنین یا بایسکل ای کنین به شکل. jump rope. ریسمان بازی بکنین. throw a ball. throw انداختن. throw a ball بنداز یک توبه. throw a ball بنداز یک توبه. توپ انداختن. catch a ball بی کچ گرفتن. او از این طرف توبه مندازه throw میکنه، از این طرف کچ میکنه. یعنی در کرکت به شکل است. یک توبه مندازه در طرف شما میگیرین کچ گرفتنه. catch a ball یک توبه بگی. ride a bicycle, jump rope, throw a